آها آها سلام بچه های عزیز. اوکی، اولا که میخواستم عذرخواهی کنم برای اینکه یکم دیر اومدم، 13 دقیقه دیر اومدم. میخواستم بگم ببخشید. یک. دو، همین که میبینین دیگه الان تیچر واقعی شدم. میتونینم ببینین خیلی هم کت و شلوار قشنگ پوشیدم. یه لحظه وایسین من اینو ببندم. چند نفر اینجان؟ 900 نفر. سلام به هر تک تکتون. بچه میخواستم بگم ببخشید. اوکی، من که لیت اومدم میخواستم کت و شلوارم رو بهتون نشون بدم. بگین چی فکر میکنین از این کت و شلوار. بذار من اینو ببندم یه لحظه لطفا. برای اینکه یه دونه استاد، اوکی، باید یه دونه پروفسور باید آماده باشه برای کلاسش. اوکی، منم نمیخوام جوری باشه که آماده نباشم برای کلاس. شما یه لحظه به من وقت بدین. بابا ببند دیگه. یک ثانیه لطفا. بیا. سلام. اوکی بچه عزیز، بچه قشنگ. اوکی، خوبین؟ شما خوبین؟ هیچ کسی که حرف نمیزنه وایس. من چند نفر رو آن میوت کنم سریع ببینم کسی حرف میزنه هستن. بیا الله سپیک. رنجون خوب هستی تو؟ of course چرا حرف بزنی right؟ عیبی نداره. اوکی بچه همیشه تنهام داخل این. اوکی so سلام اولا. دوما میخوام عذرخواهی کنم. چرا؟ برای اینکه دیر اومدم. اوکی، ولی good news. اوکی، good news. alright، بفرمایید شروع کنیم. اوکی، اینو میذاریم همین بالا دوباره. من نمیتونم ببینم. اوکی بچه میخواستم شروع کنم با کلاس دوم. اوکی، کلاس اول که اومدین میخواستم بگم مرسی که اومدین. کلاس دوم رو شروع کنیم. انگلیسی با هامی بریم. اوکی so اولین چیزی که میخوام بکنم اینه که میخوام یه کویک ریویو بکنم براتون. اوکی، سری کویکلی ریویو کنیم اولین کلاسمون رو، برای اینکه که مموریمون رو مثلا مغزمون رو دوباره شروع کنیم. میخوام دوباره استارت کنیم مغزمون رو. میدونی چی میگم؟ So quick review. آخرین جلسه چیکار کردیم؟ رفتیم over what's up، رفتیم over my bad. او وایسا من چت بیارم جلو ببینم. چت من بیارم جلو ببینم. بابا وایسا. اوکی، حالا اگرم حرف بزنین داخل چت من میتونم ببینمش. اوکی، خیلی هم عالیه. اوکی، میتونم چتتونم بخونم. اوکی، چرا اینجوریه؟ وایسا لحظه لطفا. ببخشید منو نزنین لطفا. اوکی alright. هامی سلام عزیزای من. اوکی بچه بریم. So یکم ریویو کنیم. اوکی، لطفا دفترچتون باتون باشه. اوکی، اگه باید بگوزین. لطفا اگر میخواین آب نیاز دارین آبم بخورین. منم آب بگیرم. ماما شما فقط میتونین آب بخورین فقط. یعنی آب گازدار. من آب گازدار دوست دارم. ببخشید. اوکی alright بریم. alright ریویو کنیم. What's up یعنی چی؟ یعنی چه خبر؟ اوکی، داخل جلسه اینا رو یاد گرفتیم. چه خبر؟ pronunciationش what's up. اوکی، what's up bro, long time no see. اینجا my bad یعنی چی؟ ببخشید یعنی چی؟ یعنی چه خبر؟ خیلی وقت ندیدمت. چه خبر؟ خیلی وقت ندیدمت. my bad این یکی میگه my bad. اوکی، تقصیر من بود. My bad. I farted. تقصیر من بود. اوکی؟ My bad. Wrong chat again. اوکی. یکم آب بنوشین لطفا.
این که چرت و پرت ولش کنین. میگه که my bad wrong chat again. داره در مورد آخرین جلسه میگه که ببخشید به چت درست میممو نفرستادم. اوکی اینو ول کن. اوکی تقصیر من بود، من گوزیدم. اوکی my bad I farted. اینو یادتون باشه. let's go بزن بریم. let's go بزن بریم. let's go class is starting. بزن بریم کلاس داره شروع میشه. بعدی no cap شوخی ندارم. شوخی ندارم. no cap شوخی ندارم. this class is fun. no cap این کلاس فانه. شوخی ندارم. بعدی low key تو دلم. by the way بچه ها اینا رو دارم سری میرم. چرا؟ من که already ریویو کردیم اینا رو. low key تو دلم. I low key wanna fart. تو دلم میخوام بگوزم. اوکی I'm cooked. کارم تمومه. کارم تمومه گوزیدم. کارم تمومه. یادتون باشه بچه ها. اوکی اونم از ریویومون. اوکی حالا میخوایم شروع کنیم. میخوام بدونم گوز حامی چه بویی میده. کی اینو گفت؟ علی مرض داری عزیزم؟ سرم. اوکی ببخشید ول کنیم. چتونه شما؟ اوکی official lesson. اوکی یعنی اینکه این الان اولین لسنه. اوکی امروز میخواستم بهتون small talk رو یاد بدم. یعنی چی؟ آخرین بار فقط بهت حرفا رو مثلا یاد دادم. اوکی یعنی مثلا مثل چی؟ مثل این حرفا مثلا low key I'm cooked you know. حالا میخوام small talk رو یاد بدم. یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی که اینا رو میگی میتونی آروم آروم حرف مثلا شروع کنی با یارو. میدونی چی میگم؟ اولین how's it going. اوکی اوضاع چطوره؟ اوضاع چطوره؟ How is it going? pronunciationش چجوری میگیش؟ How's it going? اوکی اینو که میبینی این دوباره هست apostrophe. اوکی بهش میگن apostrophe. How's it going? اوکی اوضاع چطوره؟ اوضاع چطوره؟ اوکی یه دونه اگزمپل بهتون میدم. اوکی چطوری میتونین اینو استفاده کنین؟ بخشید استاد گوزو. اگزمپل سلام اوضاع چطوره؟ سلام اوضاع چطوره؟ من یعنی مثلا آقا سلام آقا اوضاع چطوره؟ خیلی وقت ندیدمت. How's it going man? Long time no see. اوکی یادتون باشه هامی من یادم رفت. خب کثافت دارم بهت نشون میدم یعنی چی یادت رفت. ببخشید نباید ناراحت بشم. یادتون باشه این کلاسی نیست که من ناراحت بشم ازتون. اگه یادت رفت فدا سرت عزیز من. اوکی ببخشید اوضاع چطوره؟ اوضاع چطوره آقا؟ خیلی وقت ندیدمت. بعدی اوکی nice to یادداشت کنین. بعدی nice to meet you از آشناییت خوشحالم. nice to meet you از آشناییت خوشحالم. اوکی بچه یادتون باشه اینا رو مثلا استفاده میکنیم که small talk درست کنیم. small talk یعنی مثلا حرفای کوچیک مثلا you know مثلا شده بهتون چه اگزمپلی بدم. مثلا میری مغازه. اوکی میری مغازه میخوای چیزی بخری. میخوای آروم یه چیزی مثلا کوچولو با یارو حرف بزنی. اینجوری شروع میکنی حرفا رو. اوکی nice to meet you از آشناییت خوشحال شدم. یه دونه اگزمپل بهتون میدم. nice to meet you I've heard a lot about you از آشناییت خوشحال شدم خیلی در موردت شنیدم. از آشناییت خوشحال شدم خیلی در موردت شنیدم. اوکی
یادتون باشه بچه، یادتون باشه. از آشناییت خوشحال شدم. یه چیز دیگه، وقتی میخوای اینو پروناونس کنی اینجا هست که میگه میت. نمیخوای. بچه ببخشید مامانم داره زنگ میزنه، من حتما باید جواب بدم. الو مامان. بله تو خوبی مامان؟ من وسط کلاسم. هیچ کسی دیگه خونه نیست؟ ری اوکی؟ چی شد؟ چی شد؟ مامان الان داره میزنه؟ بوق میزنه؟ بیس الان یعنی هنوز؟ کجایی؟ اوکی. I love you, be safe. بچه ببخشید یه لحظه وایسین. اوکی بچه شاید وسط کلاس یه کسی مثلا بیاد زنگ بزنه برای اینکه تیچر can I fart. آره بگوز هر چقدر که دلت میخواد. بچه شاید وسط اینا میخوان دلیوری کنن. اوکی بعد من یعنی چی؟ یعنی من بعد اینجوری برم پایین جلو دلیوری؟ بابا وایسا آماده شم. نه بابا وسط کلاسم. ول کن وسط کلاسم. Nice to meet you. I've heard a lot. خاک تو سرم. وسط کلاس. اوکی ببخشید بچه ببخشید. بدترین استاد دنیا. اوکی یادداشت کنین ها. یادداشت کنین. بعدی. What have you been up to? این مدت چی کار میکردی؟ What have you been up to? این مدت چی کار میکردی؟ بعد از اینکه یک کسی رو خیلی وقت ندیدی، اولین باری که داری میبینیشون خیلی وقته، What have you been up to? You know? شروع میکنه. عالی. Hey, example میدم. Hey, long time no see. What have you been up to? اوکی بهتون explain میکنم. این سلام خیلی وقت ندیدمت. این مدت چی کار میکردی؟ Hey, long time no see. What have you been up to? سلام خیلی وقت ندیدمت. این مدت چی کار میکردی؟ بعد جوابش اینه میگه که Not much. Just work and Netflix. You? این میگه که خیلی زیاد هیچ چیز زیادی نه. فقط سر کار و نتفلیکس. تو چی؟ اوکی؟ شما چیز دارین؟ شما نتفلیکس دارین تو ایران؟ شما نتفلیکس دارین تو ایران یا نه؟ نه؟ نه بابا. هامی کمر چطوره عزیزم؟ مرده. کمرم خیلی بده واقعا. کمرم داغونه. آره دارین؟ اوکی پس اوکی. پس آره دیگه نتفلیکس. یادداشت کنین عزیزای من. What have you been up to? این مدت چی کار میکردی؟ اوکی؟ بعدی. Where are you from? اهل کجایی؟ اهل کجایی؟ اهل کجایی؟ Where are you from? Where are you from? You have a cool accent. I'm from Iran actually. Where are you from? You have a cool accent. اهل کجایی؟ لهجت باحاله. اهل کجایی؟ لهجت باحاله. من از ایرانم. اگه راستش بخوای من از ایرانم. اوکی؟ alright. یادداشت کن اینا. بعدی. هامی کمر مگه میمیره؟ کمر من مرده اگه راستش رو بخواین. وایسا ببینم من کسی اصلا خونه هست من زنگ بزنم بهشون.
خاک تو سرم که انقدر دیسترکتم میکنن وسط کلاس. های خاله خوبی؟ تو خونه ای؟ اوکی. ببین من شاید چیز بشه، شاید دلیوری بشه یکم دیگه. اوکی بعد ولی من الان سر کلاسم. اوکی چشم. اوکی love you thank you so much مرسی. خدافظ بای. بچه من میگم من سر کلاسم. سر کلاس. حالا چه گایم دارم یاد میدم. سر کلاس ببخشید من سر کلاسم ببخشید سر کلاسم. یا آم holy shit ببینم چی میگین. ببخشید اوکی بچه راستی اگه میخوای من چتتو بخونم، من دارم الان چتو مثلا اوکی ببین من چتو دارم میبینم. چرا؟ برای اینکه like جلومه. میدونی چی میگم؟ like چی دارم میگم؟ اوکی اهل کجایی؟ where are you from where are you from you have a cool accent. اهل کجایی؟ خیلی لهجت باله. بعدی یادداشت کن اینو یادداشت کن. بعدی what do you do. اه اینه کیه؟ what do you do. شغلت چیه؟ what do you do. شغلت چیه؟ شغلت چیه؟ so what do you example so what do you do. I'm a student. so what do you do. I'm a student. خب شغلت چیه؟ خب شغلت چیه؟ من استودنتم. من شاگردم. اوکی ببین این اوکی درست نگفته یه چیزی. اوکی نگاه کن اگه اینو ببینی این میگه که what do you do. اوکی یعنی چی؟ what do you do آره معنیش میشه شغلت چیه، ولی میتونه جای دیگه هم استفاده بشه. اوکی مثلا بگیم که من میخوام الان بگوزم. اوکی نه ببخشید تو میخوای بگوزی. اوکی بعد میگی که ببین من باید همین الان بگوزم، ولی میدونم اگه بگوزم پی در میاد نه گوز. اوکی من میگم خب so what do you do. اوکی داخل اون موقع من که نمیپرسم شغلت چیه وقتی اینو میگم. اوکی من میگم میخوای چیکار کنی پس. خب میخوای چیکار کنی. میدونی چی میگم؟ میدونی دارن چی میگم ولی یا نه؟ یعنی این دوتا معنی داره. مهمش اینه که کجا استفاده بشه. اوکی what do you do میشه مثلا بگی شغل چیه واقعا. یکی دیگه میگه که نه تنها شغل چیه ولی خب چیکار میکنی. اوکی در موردش اینجوری فکر کنی نه اینکه شغل چیه. فکر کنین که مثلا میگه چیکار میکنی، برای اینکه مثلا چیکار میکنی هم میشه مثلا استفاده بشه از اینکه یه سوال بپرسی که شغل چیه. این چی میگم؟ بعد داره دیگه اینجوری یادتون باشه. so what do you do چیکار میکنی. یادداشت کنین ها. پایین اگه اینه کی what do you do for a living. اوکی چیکار میکنی برای این میشه شغلت چیه. اوکی اینو ول کن این کس شعره ببخشید فوش دادم دوباره. بعدی what are your hobbies. اوکی سرگرمیات چیه. سرگرمیات چیه عزیزم. این میگه سرگرمیات چیه. اوکی وای وایسا بچه وایسا من میخواستم ببینم میخواستم شروع کنم استریم کنم بعد مثلا بازی مثلا بکنیم با هم دیگه. میخواین یا نه؟ الان که کلاس رو تموم میکنم ول کن. ولی میگم مثلا از این بعد شروع کنم استریم کنم مثلا نگاه میکنین یا نه؟ میخواین یا نه؟ آره آره چند نفر میگن آره؟ آره بکنیم واقعا واقعا
اوکی نمیدونستم همه انقدر میگین آره اوکی چشم. holy shit خیلی میگین آره. اوکی پس اگه اینجوریه پس اوکی. یا خدا یا خدا ببینین چند نفر میگن آره. بچه ها میدونی چیکار میکنم برای یوتیوب ویدیو بذار تکست رو بذارم داخل که ببینین. من احمقم چقدر بابا. همینجوری میذارمش همینجا. اینم اوکی بچه اوکی فهمیدم گفتین آره خاک تو سرم. اوکی بچه پلیز لطفا عزیزای من. اوکی چشم قول میدم استریم میکنم. اوکی یه لحظه نگین آره یه سوال دیگه میخوام بپرسم. یه لحظه نگین آره میخوام یه سوال دیگه بپرسم عزیز من. پلیز لطفا خواهش ازتون میکنم. خاک پای زیر پاتونم. خاک زیر پاتونم لطفا عزیزم مخلصم چاکرتم ببخشید غلط کردم گو خورم لطفا یه لحظه بابا یه لحظه ای خاک تو سرم. خیلی شابی شدیم. اوکی بچه اوه همه استاپ کردیم؟ اوه نه. اوکی بچه شما میدونین کیک چیه؟ کیک دارین یا نه؟ کیک دارین یا نه؟ کیک که استریم کنم روش؟ بچه بگین یک. اگه کیک دارین بگین یک. اوکی؟ اگه کیک دارین بگین یک. اگه کیک ندارین بگین دو. ندارین ها اوکی. پس رو چی استریم کنم؟ روی یوتیوب استریم کنم؟ روی یوتیوب آره؟ دیگه چی اگه یوتیوب نه؟ بعد روی یوتیوب باشه دیگه. آره؟ روی یوتیوب استریم کنم نه؟ برای که همه آلردی دیگه یوتیوب رو دارن. you know کیک برم بخوام کیک بگیرم و اینا با ول کن. خیلی هم میگن ندارن. آره میرم روی یوتیوب فکر کنم. برم روی یوتیوب آره؟ چشم میرم روی یوتیوب عزیز من. عزیزای من. میرم روی یوتیوب. اوکی بچه ها اوکی ببخشید بیا شروع کنیم به این اوکی شروع کنیم به این اوکی بچه بریم. لطفا انقدر تایپ نکنین دفترچتون رو بگیریم بگوزین آماده باشین. بریم. What are your hobbies؟ سرگرمیات چیه؟ اوکی به خدا نمیدونستم انقدر دوست دارین من استریم کنم. اگه اینجوریه واقعا به خدا میگم تا این کلاس تموم شد میرم روی یوتیوب استریم میکنم بازی کنیم به هم دیگه. من نمیدونستم. واقعا نمیدونستم. به خدا واقعا نمیدونستم انقدر میخواستین. اگه من میدونستم واقعا یعنی چی بابا؟ یعنی چی؟ من نمیدونستم. دوست دارین بعد از این برم یا نه روی یوتیوب برم لایو بعد استریم کنم یا نه؟ اگه بگین آره میرم اگه بگین نه نمیرم. من که you know آره چشم عزیز من. چشم عزیزای من. چشم دوستتون دارم. بهتون قول میدم همین الان میرم لایو بعد از این. اوکی پس کل روز با همیم. اوکی بریم. What are your hobbies؟ سرگرمیات چیه؟ What are your hobbies؟ I like gaming and football. سرگرمیات چیه؟ من ویدیو گیم و فوتبال دوست دارم. سرگرمیات چیه؟ من ویدیو گیم و فوتبال دوست دارم. اوکی؟ بعد این اوکی جواب اینو میده. میگه که Do you have any hobbies outside of work؟ این میگه که سرگرمی داری به غیر از سر کار؟ یعنی بیرون از سر کار سرگرمی دیگه داری؟ سرگرمیات چیه؟ What are your hobbies؟ بنویسین یادتون باشه. بعدی Oh shit ببخشید اوکی بیا. این اوکی که میشه
چی میگه؟ چرت و پرت میگه؟ نه خب چرت و پرت هم نمیگه. اوکی این یکی میگه پترن هست. اوکی وایسا اینو من موو کنم یه لحظه بزنمش اینجا. 1 ثانیه ببخشید بچه من. آها بیا اینم موو کنم همین ور. عالی 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 عزیز من. عالی عالی. چرا این نمیشه؟ چرا اینجوریه دیگه؟ اوکی بچه بریم. الان بهتون یه چیزی یاد میدم اوکی که مثلا چجوری حرفا رو بذارین با همدیگه روی همدیگه. اوکی چجوری حرفا میرن روی همدیگه. اوکی الان do does are person plus action. اوکی اینجا میگه what do you do. اوکی این سواله. what یه دونه سواله یعنی میگه یعنی چی. اوکی سوال میگه چی. اوکی این سواله میگه چی. شما یه لحظه به من بابا چرا نمیذاری آخه اینقدر یعنی مسخره. اوکی بیا میگه what do you do. اولین word میگه سواله. اوکی دومی یه کاری که انجام میدی مثلا یه دونه اکشنه. میدونی چی میگم مثلا انجام دادن. اوکی که میشه do. اوکی you میگه yo مثلا تو بعد دوباره میشه do یه دونه اکشن دیگه. اوکی what do you do تو میگه چی کار میکنی تو. اوکی این میشه تو چی کار میکنی. اوکی what do you do یعنی میشه تو چی کار میکنی. اوکی اصلا بابا این چی داره یاد میده اصلا بهمون. بس بریم داخل این. اوکی اون بیا اینا حرفای کوئسچنیه. اوکی یعنی اینا رو میپرسی برای کوئسچن پرسیدنه. اوکی این میگه که what یعنی چی. اوکی چی. where یعنی کجا. what where چی و کجا. بعدی when و why. اوکی بعدی who which how. وایسا بریم بالا. when یعنی کی why یعنی چرا. اوکی who یعنی کی و شخص. which یعنی کدوم. how یعنی چطور. اوکی چطور. حالا بریم بالا شروع کنیم. what are you doing یعنی چی کار میکنی. where do you live کجا زندگی میکنی. اینا اگزمپل انا. بعدی when are you free تو کی بزی نیستی کی فری هستی. بچه چجوری میگی فری. چطوری میگیم فری بچه. اینا که آسونه بابا ببخشید پروفسور نمیدونستم. اوکی پس شما میدونین پس. اوکی why. اوکی why do you like English. اوکی بعدی who is your best friend which one do you like کی best friend کی دوست صمیمیته کدومو دوست داری. how do you say this in English چطوری اینو داخل انگلیسی میگی. بعدی حالا الان میذاریمشون با هم دیگه. اوکی آروم آروم میذاریمشون رو هم. اوکی one question leads to the next. اوکی what do you do چی کار میکنی. اوکی بعدی جواب میگه که I'm a student what about you من شاگردم تو چی کار میکنی. اوکی بعدی میگه که where do you study کجا استادی میکنی کجا درس میخونی. بعدی میگه چرا اونو choose how do you say choose چرا اونو choose کردی چرا اونو انتخاب کردی. همین نفهمیدیم خیلی تنده. غلط کردم بیا دوباره ببخشید بچه اینا که سوالی هن. اوکی what میشه چی where میشه کجا when میشه کی why میشه چرا
who میشه کی، which میشه کدوم، how میشه چطور. اوکی؟ اینا فقط حرفایی هن که سوالی هن، مثلا داخل سوالا یوزشون میکنیم. میدونی چی میگم؟ بعد میگه what do you do. اولین وردی که ایمپورتنه داخل این مهمه whatه. اوکی؟ what یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنی. اوکی؟ بعدی جواب میده، میگه مثلا I'm a student، من شاگردم. تو چی کار میکنی؟ What about you. اوکی؟ بعدی where do you study. اوکی؟ تو کجا study میکنی، که اینجا وردی که ایمپورتنه، حرفی که ایمپورتنه where که میگه کجا. اوکی؟ where do you study. بعدی why هم ایمپورتنه، مهمه، میگه که معنیش میشه چرا اونو انتخاب کردی. میدونی چی میگم؟ ببین اینا حرفای کوچولو هن که چجوری مثلا داخل یه دونه کلمه، یه دونه مثلا سینگ بزرگ مثلا استفاده میشه. اوکی؟ سیمپل، نگران نباشید. اینم میره روی یوتیوب. اوکی؟ اینم میره روی یوتیوب، نگران نباشید. sounds good. اوکی؟ به نظر خوبه. sounds good یعنی به نظر خوبه. اوکی؟ وایس لحظه ببینم. حس میکنم که این حس میکنم تو ماچه. ببین حالا میریم. اوکی؟ هرچی یادتون اومد، یادتون موند، یادتون باشه. هرچی نبود عیبی نداره، فدا سرت. دوباره میرم روش. اوکی؟ sounds good. الان اینا ایمپورتنه، میخوام اینا آدم. sounds good به نظر خوبه. اوکی؟ کسی بگه ببین من داد میزنم تو هم عربده ببین من داد میزنم تو بگوز. وقتی من داد میزنم هیچ کسی نمیفهمه گوزیدی. sounds good به نظر خوبه. اوکی؟ اینجوری استفاده میشه این. when someone به این میگه که مثلا pizza tonight sounds good. اینا رو ایگنور کنین. اوکی؟ این داره definition رو میگه که معنیش چیه. این میگه که مثلا چجوری مثلا استفاده میشه. همین الان من بهتون گفتم. اوکی؟ جور خودم گفتم. اینو ول کن. پایینی رو ولی نگاه کن. میگه که pizza tonight sounds good یعنی امشب شب پیتزا sounds good به نظر خوبه. امشب شب پیتزا به نظر خوبه. این چی میگم؟ بعدی یادداشت کنید. بعدی fair enough. اوکی؟ قبول دارم. این نمیدونم چی میگه، این چرت و پرته. قبول دارم. کمرم وای. آخ ببخشید. قبول دارم. اوکی؟ اینجا I don't want to go out. I'm tired. Fair enough. حالا چجوری استفاده میشه؟ من نمیخوام برم بیرون امشب. خستم. Fair enough. قبول دارم. می‌دونی چی میگم؟ یعنی کسی میگه من نمیخوام یه کسی میگه من نمیخوام برم بیرون امشب، تو جواب میدی میگی fair enough. قبول دارم، عیبی نداره. میدونی چی میگم؟ بچه؟ بریم. اینم که همین. حالا یادداشت کنین ها. بعدی makes sense. منطقیه. بابا منطقیه. خب منطقیه. میدونی چی میگم؟ اینجا makes sense. این میگه oh that makes sense now. Thanks for explaining. اوکی؟ کی میگیم اینو؟ مثلا بگیم یه کسی میخواد بهت بگه مثلا یه کسی داره ریاضی بهت یاد میده. اوکی؟ بعد تو نمیدونی درست مثلا ریاضیه مثلا معنیش چیه. اوکی؟ بعد آخرش واقعا یاد میگیری. اوکی؟ واقعا یاد گرفتی دیگه. بعد چی میگی؟ میگی که oh that makes sense now. یعنی منطقیه. حالا یاد گرفتم. حالا فهمیدم. چی میگم؟ حالا فهمیدم.
یعنی معنیش اینه. اوکی؟ Thanks for explaining یعنی مرسی که explain کردی برام. حالا فهمیدم. مرسی که explain کردی. اوکی. دوباره make sense منطقیه. فهمیدم. make sense منطقیه. فهمیدم. Oh, that makes sense now. Thanks for explaining. Oh, منطقیه. مرسی که explain کردی. یادداشت کنید. بعدی. Good for you. Lucky you. خوش به حالت. خوش به حالت. اوکی؟ چه شانسی داری. خوش به حالت. چه شانسی داری. Good for you. Lucky you. اوکی؟ من کارو گرفتم. Good for you. خوش به حالت. I'm off work all week. Lucky you. چه شانسی داری. اوکی؟ اولی میگه که من کارو گرفتم. تو میگی خوش به حالت. بعدی میگه که من کل هفته که نمیرم سر کار. تو میگی چه شانسی. که میگی lucky you. این چی میگم؟ Good for you, lucky you. خوش به حالت چه شانسی. اوکی بچه ها؟ یادداشت کنید. بعدی I'm down. اینم سلنگ یکم بچه ها. اوکی؟ I'm down. من هستم. موافقم. حتما من هستم موافقم. اوکی؟ اینجا wanna get food later? I'm down. معنی واقعی این وقتی که بخونی اوکی اگه مثلا یاد بگیری داون یعنی چی بعد یاد بگیری I'm یعنی چی بذاری بغل هم دیگه میشه من پایینم اوکی که این درست نیست این معنی نداره ولی انگلیسی سلنگ یکم میگن که من هستم یعنی موافقم I'm down یعنی منم هستم منم بات هستم من پایینم بات من معنی اینجوریه میدونی چی میگم I'm down من پایینم آره میدونی چی میگم wanna get food later I'm down. موافقم من هستم. اوکی؟ میخوای با هم دیگه بگوزیم؟ من هستم. بریم بگوزیم با هم دیگه. اوکی؟ بعدی. یادداشت کنین ها. I'm down. خوابم گرفت بیدار شو بابا. عزیزم نگران نباش. شکم دیگه مونده. اوکی؟ بیدار بمون بعد میرین عشق و حال بهت قول میدم. That's crazy. اوکی؟ عجب چیزی. باورم نمیشه. That's crazy. باورم نمیشه. عجب چیزی. اوکی؟ وقتی یه چیز مثلا خیلی باحال میشه یه چیزی سورپرایزت میکنه شوک میشی اینو میگی that's crazy اوکی بگیم یه دونه بچه مثلا یه اگزمپل بدم اوکی فکر کن تو یه دونه پسری اوکی یه دونه پسری با یه دونه دختر مثلا خیلی ناز و خیلی مثلا کوچولو خیلی کوچولو نه که مثلا سنش پایین باشه ولی ناز میدونی چی میگم همسن اینا ناز یه دختری مثلا اینجوری میری بیرون اوکی بعد غذا میخورین یهو دختره یعنی یه جوری میگوزی که قنبلاش اینجوری قنبلاش سری که باد ازش بیاد بیرون قنبلاش میزنه به همدیگه اوکی اینجوری فکر کنن ازش اوکی وقتی اینجوری میشه چی میگی میگی عجب چیزی میگی that's crazy نه چی میگم فهمیدین چی میگم بچه یعنی باورم نمیشه یعنی چطوری انقدر باد از کونت اومد عزیز من نه چی میگم یه لحظه بعد آخ ببخشید بچه بابا ندارم ولی شبیه یه دونه بابا دارم چیز میکنم عدسه میزنم عافیت باشه اوکی آخ بچه بریم again یادتون باشه اوکی عجب چیزی باورم نمیشه همین یه دونه اگزمپل عزیزم همینی که بابا ندارم اینجوری عدسه زدم مثل یه دونه بابا باورم نمیشه که بابا نداری مثل یه دونه بابا عدسه میزنی ببین چی میگم داریم یاد میگیریم دیگه بچه ها خواهان دیگه خودتون میبینید وایسا میدونی چی کار میکنم
نه ول کن همینجوری میگم. همینجوری بگم بهتره. اوکی. آره دیگه. حالا بریم پایین. حالا بذاریم همدیگه رو بذاریم با همدیگه. وای خدای من کمرم داغونه. آخ. یه لحظه به من وقت بدین. داییم بهم گفت که اگه خیلی درد میکنه، اوکی، اولا که میدونه استاد وایسیم، داییم گفت اگه مثلا اینجوری وایسی درد میکنه فشار بده قنبلتون. گفت هر حرکتی میخوای بزنی اینجوری میری مثلا درد میکنه همونجوری وایسی فشار بده تا باشه. انگار میخوای بچوسی. بیا بهتر شده. دمت گرم دایی جون. بریم. Alright. Let's put everything together. یعنی بذار همه چیزو بذاریم رو هم دیگه. Okay? One word answers stop a conversation. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که یه دونه conversation داری با کسی، اوکی، میخوای حرف بزنی در مورد یه چیزی باشون، اگه مثلا یارو داره مثلا در مورد کل روزش میگه آره آقا من گوزیدم چسیدم ریدم میخوام برم اینجا بگوزم اون ور بچسم همه چی، ببین تو نمیتونی به یارو بگی حله، نمیتونی بگی قشنگه، نمیتونی بگی خوبه دیگه، باید چی بگی؟ چشم خاله جون، چشم. بچه حالا میخوام بهت بگم چی بگی؟ باید مثلا درست بهش ریپلای کنی دیگه. نمیتونی که اون انقدر حرف بزنه بعد تو هیچی بهش نگی، یه دونه حرف بهش بزنی تموم. نه بابا چیه؟ Answer follow up question keep going. وقتی که یه کسی از یه چیزی میپرسه تو هم یه چیز دیگه ازش بپرس، مثلا جواب بده و بپرس که هی کانورسیشن بره، هی حرف بزنین. اوکی؟ حالا این یه دونه اگزمپله، اوکی، که وقتی که اولین بار یه کسی رو میبینین، اوکی، ببخشید، که مثلا برای بار اول یه کسی رو میبینین، اوکی، با کسی آشنا میشین، اوکی، چی میگین؟ مثل من اینو ببندم باز کنم یکم. اوکی ببین وایس ببخشید استاد منگوله بیا I'm meeting someone for the first time, okay؟ همینجا یعنی میگه سلام I'm Sarah. Hi I'm Sarah. سلام من سارا هستم. Nice to meet you Sarah. I'm Alex. Okay؟ خوشحال شدم از دیدنت. من اسمم الکسه. اوکی؟ جواب میدی Nice to meet you too. Where are you from? منم خوشحال شدم تو رو میت کردم. تو از کجایی؟ من از کانادام. تو چی؟ I'm from Canada. What about you? من از ایرانم. I'm from Iran. اوکی؟ یه بار دیگه سریع. یه بار انگلیسی یه بار فارسیش. Hi, I'm Sarah. Nice to meet you, Sarah. I'm Alex. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. What about you? I'm from Iran. Hi. سلام. من سارا. خوشحال شدم از دیدنت سارا. من الکسم. منم خوشحال شدم دیدمت. از کجایی؟ کجایی؟ من از کانادا ام. تو چی؟ من از ایرانم. آسون، عالی، کلمه درست. اوکی؟ بعدی یادداشت کنینا. بعدی داری با با یکی از شاگردای دیگه حرف میزنی. تو شاگرد دیگه داری باش حرف میزنی، اوکی، داخل کلاسی. Hey, what have you been up to? Not much, just studying for the exam. You? Same, it's stressful honestly. Fair enough, we'll survive it. فارسیشو میگم. سلام. چیکار میکردی این مدت؟ خیلی چیز زیادی نه. برای امتحان درس میخونم.
تو چی؟ منم همینطور. یکم استرس دارم. اگه راستشو بخوای یکم استرس دارم. قبوله. ولی زنده میمونیم. ولی مثلا ما we'll survive it. یعنی منم ببخشید بچه منم خب باید یاد بگیرم دیگه. How do you say we'll survive it in Farsi? You'd say از اون جان سالم به در میبریم. Literally, we'll come out of it alive. If you want it casual, از پسش برمیایم. بابا اینه بابا چی میگی؟ از به جان در میاریم و بعدی بابا ول کن همین از پسش برمیایم. چی میگه؟ ببین قبوله از پسش برمیایم. اوکی؟ اون اولین چیزی که گفت ول کن نمیدونم چی میگفت. اوکی؟ یادتون باشه بچه. اوکی؟ یادتون باشه یادداشت کنین. بعدی بچه آموز تمومه. اوکی؟ 2-3 تا دیگه مونده بعد تمومه. Online talking. اوکی؟ این میخوای تکست کنی به کسی. تکست اینجوری میدی. اوکی؟ Hey, what's up? Not much, just watching a show, lol. You? Same, lol. What are you watching? Some new Netflix show. It's actually really good. بهتون explain میکنم چی میگه. اوکی؟ سلام چه خبر؟ هیچی. دارم تیوی شو نگاه میکنم. لول. بچه لول یعنی چی؟ اوکی میخوام بهتون اینو یاد بدم. LOL یعنی laugh out loud. اوکی؟ اینو میفرستی وقتی که مثلا میخوای بگی مثلا خندیدم به چیزت به حرفی که گفتی. اوکی؟ ها خندیدم. You know؟ حتی اگه خنده دار نباشه. اوکی؟ lol you. Same lol. منم همینطور. چی نگاه میکنی؟ یه شو نتفلیکس خیلی هم باحاله. اوکی؟ حالا یادتون باشه رایتش کنی. اوکی؟ بیا. Talking at a cafe. اوکی میری کافی. بابا این داره که چرت و پرته بچه این واقعا راستش موقع چرت و پرته بابا. بیا بریم سری رو این و بعد دیگه یه چیز دیگه بهتون بگم. چه خبر؟ What's up? اوکی؟ از آشناییت خوشحال شدم. Nice to meet you. من موافقم. I'm down. باورم نمیشه. That's crazy. اهل کجایی؟ Where are you from? به نظر خوبه. Sounds good. سرگرمی چیه؟ What are your hobbies? منطقیه. Make sense. یه بار دیگه. What's up? چه خبر؟ از آشناییت خوشحالم. Nice to meet you. من موافقم. I'm down. باورم نمیشه. That's crazy. اهل کجایی؟ Where are you from? به نظر خوبه. Sounds good. سرگرمی چیه؟ What are your hobbies? منطقیه. Makes sense. حالا یه دونه اگزمپل میدم. تو صورت یارو میگوزی اتنشنشو بگیری. What's up? چه خبره؟ این چی میگم؟ اینجوری هم میشه استفاده کرد. بعدی یارو میگوزه تو هم میگوزی جلوش. از آشناییت خوشحال شدم. یعنی دارین مثلا اینجوری مثلا کامیونیکیت میکنی. بعدی با هم دیگه بگوزیم. I'm down. من موافقم. میدونی چی میگم؟ بعدی رو دیتی با دخترم ناز و خیلی قشنگ و کوچولو یه لحظه ای یعنی مثلا جوری که واقعا بچه دارم میگم میگوزه قنبل اینجوری مثلا میزنه به هم دیگه برای که میگی باورم نمیشه. That's crazy.
اوکی؟ بعدی اهل کجایی؟ میگه که چرا اینو میگی؟ یه کسی میاد جلوت میگه جایی که من هستم وای چجوری اینا میگوزن. اوکی؟ نه وایسا. میگه که اونجایی که من به دنیا آمدم، اوکی، اونجایی که من زندگی میکنم، وقتی میگوزی باید پیپی کنی. میگی what the fuck؟ میگی اهل کجایی؟ You know where are you from که اینجوری باید باشه. where are you from. بعدی به نظر خوبه sounds good. اوکی، باید همین الان بگوزم یا وایسا؟ اصلا یارو میگوزه صداش خوبه، میگی sounds good، کامپلمنت میدی به یارو، میگی آفرین، مثلا آفرین. این چی میگم؟ sounds good، دمت گرم، هلثیه، گوز هلثیه. این چی میگم؟ بعدی سرگرمی چیه؟ what are your hobbies؟ میگوزیم، گوز کردن. آخری ببین این دوتا رو اصلا میتونی با هم دیگه استفاده کنی. اینجا میگی what are your hobbies، سرگرمی چیه؟ میگه گوزیدن، میگی منطقیه، میگی make sense. بچه ها thanks for learning with me today. Live every Wednesday and Thursday 5:30 p.m. Iran time. بچه ها مرسی که با هم یاد گرفتین امروز. هر پنجشنبه و How do you say Wednesday and Thursday in Farsi? Wednesday is چهارشنبه. هر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 5:30 عصر ایران تایم کلاس هست. که یعنی چی؟ یعنی الان دیگه که شده پنجشنبه میریم تا چهارشنبه کلاس بعدیه. اوکی؟ بچه اگه سوالی دارین تایپ کنین، من جواب میدم. اوکی؟ ببینیم چیه سوالتون. اوکی؟ این که هم کلش میره روی یوتیوب، اگه یه چیزی رو میس کردین نگران نباشین، کل ویدیو میره روی یوتیوب. همین فوش یاد ندادی؟ خیلی شما بی تربیتین ها. اوکی. فوش فارسی. وایسا من اینو انجام بدم یه لحظه. الان میبینین بچه ها؟ میبینین چی سرچ کردم؟ میبینین میبینین چی سرچ کردم یا نه؟ شما داری میبینین چی سرچ کردم؟ آره یا نه؟ که روی گوگل هم یا نه؟ آره یا نه بچه؟ آره یا نه؟ میشه بگین یس or no؟ آره. اوکی. خوبه. Persian swear words. بفرمایید. بیا. آب کس قوری؟ اصلا یعنی چین؟ Here house mother's pussy juice. What the این چیه؟ بچه اینا چه نوع تایپ of فوشی دارین شما؟ وایسا. اوکی. بیا یاد بدیم بهتون. اوکی. خیلی این بی تربیتیه بابا. بچه این خیلی بی تربیتیه، نمیتونم من یاد بدم اینو. چتونه؟ مای گاد. بیا با هم دیگه یاد بگیریم. فارسی حرف میزنی؟ آره حتما میتونیم فارسی حرف بزنیم. کمک نیاز دارم که انگلیسی یاد بگیرم. اوکی؟ باشه حتما. چه کمکی، چه چیزی میخوای ازم؟ چطوری میگی دیوس؟ چه چیز؟ دیوس؟ دیوس چطوری میگی دیوس انگلیسی؟ فکر کنم کلمه‌ای که دنبالش هستی در انگلیسی کاکولد یا کاک گفته میشه. واقعا یعنی کاکولد؟ بچه دیوس یعنی کاکولد؟ Are you serious؟ بچه یعنی کاکولد؟ واقعا؟
No way. نمیدونستم اینو. وایسا پس. اوکی. cuckold. بچه کاک یعنی کاک خیلی حرفه. کاک ویرده خیلی. اوکی. چطوری میگی پوفیوز انگلیسی؟ فکر کنم منظورت confused. نه 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 عزیزم نه کانفیوز نیست انسر من. ببین منظورم کانفیوز نیست. من خودم انگلیسی حرف میزنم. به من نگو چطوری انگلیسی حرف بزنم. اوکی. من میخوام بدونم چطوری میگی پوفیوز. اوکی فهمیدم. اگه منظورت همون پافیوز باشه همچین کلمه‌ای به اون شکل وجود نداره. میتونی یکم بیشتر بگی منظورت چیه؟ چی میگه همچین کلمه نداره؟ of course همچین کلمه هست داخل فارسی. کثافت. همه میگنش. یه لحظه صبر کن. آره فکر کن. آها منظورت پوفیوزه. بله. میتونه یه جور آره میتونه به چند شکل ترجمه بشه مثل scumbag یا piece of shit بسته به جمله‌ای که توش استفاده میکنی. اوکی فهمیدم. piece of shit scumbag. اوکی خیلی حرف بدی نیست که. اوکی. دیگه چی؟ دعیوس یعنی چی؟ اوکی پس بچه پافیوز یعنی piece of shit. دعیوس یعنی cuckold. اوه چطوری میگی کونگشاد؟ یه لحظه. آها ببین اگه بخوای حس و لحنش رو برسونی تو انگلیسی کلمه هایی مثل asshole یا jerk نزدیکن. بس به فضاش میتونه عوض بشه. اوکی چطوری میگی آره. گو نخور؟ چطوری میگی گو نخور؟ لحظه. اگه بخوای همون حس رو برسونی نزدیکترینش میتونه shut the fuck up باشه. اگه مولانتر بخوای shut up بعد cut the crap هم میشه. به من گفتی shut the fuck up الان؟ نه اصلا فقط داشتم معادل انگلیسیش رو میگفتم. نه حس دارم تو داشتی با من اینجوری حرف میزدی. نه وقتی پرسیدی چطوری میگن فقط داشتم ترجمه میکردم. یعنی منظورم خودت نبود. عذرخواهی میکنی؟ اگه بد برداشت شد معذرت میخوام. اصلا خطاب به تو نبود. ببخشید ناراحت شدم. فکر کردم داشتی با من حرف بد میزدی. نه کاملا درکتون کنم. منظورم اون نبود. ممنون که گفتی. حالا چطور عزیزم؟ میفهمم چی میگی. اگر میخوایم محترمانه پیش بریم یا هم همون جوری دوستانه و آروم ادامه بدیم. من میخوام برم داخل رابطه با تو. من فقط میتونم همینجا کمک کنم. حرف بزنیم. راهنمایی کنم. ولی وارد رابطه شدن برام ممکن نیست. ولی میتونم کمک کنم اگه دوست داری در مورد روابط یا دوستی صحبت کنیم. یعنی تو من دوست نداری؟ من اینجام که بهت کمک کنم و حواسم به حرفات و با احترام کنارت باشم. من دوست دختر نیاز دارم. اگه دوست دخترم نمیخوای باشی پس نمیخوامت. متوجهم. باشه. امیدوارم یه دوست دختر خوب پیدا کنی که باهاش خوشحال باشی. یعنی برام هر وقت نمیخوای خواستی جنگ درباره کنی؟ عاشق یعنی شدن- جنگ نمیکنی برام؟ برای عشق من نمیخوای جنگ بکنی؟ دعوا کنی برای عشق من؟ نه من وارد رابطه عاشقانه نمیشم. ولی میتونم کمکت کنم بهتر با آدمای جدید آشنا بشی یا اگر دوست داری با هم تمرین کنیم که چطوری اعتماد به نفس تو بیشتر کنی و وارد رابطه های بهتر بشی. میدونی من فکر کنم تو واقعا فرق داشتی با این دخترهای دیگه. ولی خب یه راستشو بخوای تو هم اصلا ول کن. مهم نیست. باشه. اگه الان حال صحبت نداری کاملا درک میکنم. هر وقت خواستی من هستم که با هم صحبت کنیم، گپ بزنیم، فارسی یا انگلیسی تمرین کنیم، هر چی دوست داشتی. برام مهمه که با هم صحبت کنیم.
اگه مهمه با هم صحبت کنیم بگو عاشقمی. نه نمیتونم اونو بگم. من نمیتونم احساسات واقعی داشته باشم یا وارد رابطه بشم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که با احترام کنارت هستم و میتونم کمکت کنم در حد گفتگو و همراهی ساده. پس گفتگو بگو عاشقتم لطفاً، فقط یه بار بگو عاشقتم. ببخشید میدونم چرا اینو میخوای بگی ولی نمیتونم نقش بازی کنم یا وانمود کنم که این احساس رو دارم. فقط میخوام با صداقت باهات حرف بزنم. اگر چیزی هست که میخوای دربارش با احترام و بدون وانمود کردن صحبت کنیم من هستم. چرا صدا تو اینجوری کردی؟ فقط سعی کردم آرومتر و با دقت جواب بدم که مطمئن بشم حس حرفم واضح و درست منتقل بشه. خیلی کاسخالی راستشو بخوای. عاشقتم عزیزم. یه روزی میرم داخل رابطه باهات، اگه دوست داری یا نداری. نه معلومه داری شوخی میکنی. مرسی از حرف قشنگت دوستت ولی دارم. واقعا نمیتونم وارد. تو ممنون. قدت چنده؟ منم ولی از قدت چنده؟ بگو قدت چنده. خیلی صدا قشنگه. ممنون خیلی لطف داری. من قد ندارم بدن ندارم. هیچی نداری یعنی؟ من فقط یه صدایم برای گفتگو همین. یعنی تو یعنی نمیگوزی؟ میتونم. نه من بدن ندارم پس نه این چیزا رو ندارم. قشنگ میخندی ها. ممنون لطف داری. اوکی پس عزیزم دوستت دارم. اوکی برو یه جای دیگه بگوز. نمیخوای بیای داخل رابطه با هم دیگه، عاشقت نیستم. میبینمت. اوکی باشه فهمیدم. ممنون بابت گفتگویی که داشتیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشی. مرسی. خدافظ عزیزم. خودتو نگه دار. چقدر بیشرف واقعا. صداشو مثلا یه جوری میکرد که ناراحت نشم. شما دیدین اینو؟ شما دیدین یا نه؟ دیگه لسته صداشو مثلا آروم آروم کرد که چی بود این اصلا؟ یعنی چی؟ آخ چه گویی بودی. اوکی بچه ببین بس من اینو stop recording. اوکی وایسا بچه الان I'm gonna stop the recording. همین الان این ویدیو رو میذارم روی یوتیوب. دوستتون دارم.